السلام علیکم دوستان عزیز، فالوورای گرامی در هر گوشه و کنار دنیا که هستید، جور صحتمند و سرحال باشید، در کارهای روزمره‌تان موفق باشید انشاءالله. بنده میخوایم در مورد انسانیت صحبت داشته باشم، البته با چند نسخه کوتاه. خدا کنه که مورد پسند شما قرار بگیره. انسانیت یعنی قلب برای درد دیگران تپیدن. این انسانیت میگه که مثلا قلب تو برای درد دیگران بتپه. مشکلات دیگران که میبینی مشکل است، مشکلات داره مردم، قلبت میتپه. انسانیت یعنی دیدن غم کسی و گفتن مشکل به من ربط ندارد. دیدن مثلا غم کسی را میبینی و میگی که به من مشکل نداره، انسانیت نمیشه. از لحاظ انسانیت هم درست نیست و همچنان از لحاظ انسانیت هم ما انسان ها زمان ارزش داریم که در سختی ها کنار هم باشیم، دست افتاده را بگیریم و دل شکسته را ترمیم کنیم. اگر نمیتونیم بار کسی را برداری، حداقل سنگ روی دوش نگذاریم. حداقل اگر مشکلش را درک کرده نمیتونیم، برش کمک کرده نمیتونیم، مثلا تهمت یا طعنه یا کنایه نزنیم برشان. اگر نمیتوانیم لبخند هدیه کنیم، حشک هم نریزیم برش. وقتی که هدیه نمیتونیم یک چیز هدیه برشان بکنیم، یک کمک برشان بکنیم، حداقل اشکشان هم نریزونیم. زیرا انسانیت دین، قوم، ملت، رنگ نمیشناسد. یک زبان مشترک بین تمام قلب ها، بین تمام انسان ها است، در سر تا سر جهان. البته نه که در افغانستان یا در کشورهای همسایه افغانستان، سر تا سر افغانستان و دنیا امروز بیش از هر چیز محبت، احترام نیاز دارد، همدلی نیاز دارد. بیایید از خود ما شروع کنیم که از یک سلام ساده، از یک لبخند کوچک، از یک دستگیری صادقانه، این انسانیت میگه شروع کنیم که همین انسانیت افزایش پیدا کنه روز به روز، سال به سال، به نسل به نسل. گاهی یک رفتار کوچک زندگی انسان ها را تغییر میده، نجات میده. یک رفتار کوچکتان، یک خدمت کوچکتان، یک همدلی و انسانیت کوچک شما زندگی یک انسان را نجات میده. انسان بودن برای مخلوقات خداوند باعث افتخار است. افتخار است که انسان ها از انسان بودنشان، از انسانیتشان افتخار کنند. این انسانیت میگن. انسانیت راهی است که هیچگاه هرگز خونه نمیشه. هر روز اگر من سلام بدم به یک سلام ساده، اون فردا افزایش میفته بین مردم، بین جامعه. این میشه که انسانیت روز به روز افزایش میفته، هرگز خونه نمیشه، جدید شده میره نسل به نسل. از ویدیو ما اگر خوشتان آمده دوستا، فالوورای عزیز، فقط یک کامنت، لایک و همچنان اگر فالو کنید خب بهترین میشه. سلام و احترامات بازم تقدیم تک تک شما. السلام علیکم و رحمت الله.